دارو درمانی در ریزش مو. پیش از آن که وارد مبحث استفاده از داروها برای درمان ریزش مو شویم، بهتر است به 2 نکته اشاره شود. 1. هیچ دارویی برای پیشگیری و یا قطع ریزش طبیعی مو وجود ندارد و استفاده از هر دارویی مانع ریزش طبیعی مو نمی شود. بنابراین استفاده از هر داروی مالیدنی و یا خوردنی یا استفاده از شامپوهای خاص جز اتلاف وقت و هزینه چیزی برای بیمار ندارد. 2. دارو درمانی در این مبحث فقط منظور توصیه مردانه و زنانه ناشی از عوامل ژنتیک و هورمون‌های مردانه است. ریزش سکه‌ای و انواع گسترده آن درمان خاص خودش را دارد و در این مبحث نمی گنجد. در ریزش‌های اسکاردار تلاش ما بر جلوگیری از پیشرفت آن است، وگرنه آنچه ریخته است دیگر بر نمی گردد. برای درمان ریزش مو از نوع آندروژنیک تنها 2 دارو تا کنون تاییدیه گرفته اند. یکی داروی مالیدنی ماینوکسیدیل و دیگری داروی خوراکی فیناستراید. هر 2 دارو به طور مقطعی عمل می کنند، یعنی تا زمانی که مصرف می شود ممکن است اثر داشته باشد و با قطع آنها موها دوباره به حالت قبل برمی گردند. بنابراین بیمار باید نه تنها چند ماه بلکه سالها از این داروها استفاده کند. تأثیر این داروها در همگان هم یکسان نیست و در خیلی ها هم ممکن است اثر نداشته باشد. عوارض فیناستراید. هر روزی که می‌گذرد عوارض تازه‌ای از فیناستراید آشکار می‌شود که استفاده از آن را زیر سوال می‌برد. بیمار باید از خطرات این داروها آگاه باشد تا بتواند به خوبی تصمیم بگیرد و سلامتی خود را به خطر نیندازد. عوارض این دارو آنقدر زیاد است که به این مجموعه عوارض نام سندروم پس از استفاده از فیناستراید گذاشته اند. گاهی عوارض دائمی و برای همیشه است. عوارض فیناستراید عبارتند از کاهش میل جنسی، ایجاد اختلال در تولید اسپرم، اختلال در فعالیت‌های جنسی آلت مردها، بزرگ شدن سینه‌ها، تحلیل رفتن عضلات بدن، اختلالات شناختی، پوست خشک و سرانجام افسردگی و مشکلات روانی. این عوارض ممکن است در حدود 3% بیماران بروز کند. اگر کسی علیرغم این هشدارها باز تمایل به مصرف این داروها داشته باشد، باید به خاطر داشته باشد که در انواع خارجی این دارو تقلب زیاد است و بهتر است از داروهای ساخت داخل استفاده کند که به دلیل ارزانی امکان تقلب کمتر است. عوارض ماینوکسیدیل بیشتر موضعی است. این دارو در بعضی ها ممکن است باعث تحریک و حساسیت پوست سر و پوست ریزی شود. در بانوان و کودکان ممکن است باعث رشد موهای کرکی در صورت و بدن در مجاورت محل مصرف شود. با قطع دارو ریزش شدیدتر می شود و ممکن است از زمان قبل از مصرف هم بدتر شود. سایر هزاران دارو، محلول و شامپوهایی که به عنوان پیشگیری و درمان ریزش مو ساخته می‌شوند فقط جنبه تجاری دارند و برای فریب مردم و تشویق آنها به خرید محصولات آنهاست. ویتامین ها و مکمل ها مگر در افرادی که در اثر کمخواری، کمبود واضح و ثابت شده داشته باشد اثر دارد و در بقیه بی اثر هستند. رضایت از مصرف این داروها بیشتر جنبه روانی دارد و واقعی نیست و می توانند باعث چاقی و افزایش وزن هم بشوند. کلینیک تخصصی پوست، لیزر و زیبایی دکتر رادمنش.